از سختی‌های دنیا این است که چه بسا آدمی ثروتی فراهم می‌آورد که نخواهد خورد و سرایی می‌سازد که در آن نخواهد زیست. آنگاه به سوی خداوند فرابرتر که اوست می‌رود بی آنکه با خود مالی بردارد یا خانه‌ای همراه برد. از دگرگونی‌های این جهان یکی این است که به کسی که روزی مورد ترحم بوده اینک غبطه می‌برند و به کسی که روزی غبطه می‌بردند اینک ترحم می‌کنند و این جز بدین سبب نیست که نعمتی از میان رفته و سختی فرود آمده است. و از عبرت‌های دنیا این است که آدمی همین که به آرزوی خیش نزدیک می‌گردد اجل از راه می‌رسد و رشته آن را می‌برد. از این رو نه آرزویی برآورده می‌گردد و نه آرزومندی به حال خود وانهاده می‌شود. شگفتا شادی دنیا چقدر فریب گستر و سیراب کردنش چقدر تشنگی آور و پرنده سایش چقدر آتشین بال و پر است. نه آیندهش را میتوان نپذیرفت و نه گذشتهش را میتوان بازگرداند. شگفتا چقدر فاصله یک زنده برای پیوستن به مردگان کم و چقدر فاصله یک مرده از زنده هایی که از آنان جدا شده زیاد است. بیگمان هیچ چیز از بدی بدتر نیست جز کیفر آن بدی و هیچ چیز از خوبی خوبتر نیست مگر پاداش آن خوبی. اهمیت شنیدن هر چیزی از دنیا از دیدن آن بیشتر و اهمیت دیدن هر چیزی از آخرت از شنیدن آن بیشتر است. بنابراین باید شنیدن از این جهان شما را از دیدن این و خبر یافتن از جهان نادیده از دیدن آن بسنده کند. و بدانید که هرچه از دنیا کم و به توشه آخرت افزوده شود بهتر از آن است که از آخرت کم و به دنیا افزوده گردد. بسا کسا که از این کم سود